ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампур. гуфтори 46. کتاب یکم با شعار به سوی پایندگی سال 2018 مجددا انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. زبان تألیفی رساله و مثل دیگر آثار علمی همین دوره ساده و روان و عاری از هر گونه نقطه پردازی و افزونگویی های زیادتی است. مؤلف مطلب را چنان که به اسلوب تألیف آثار علمی خاص است کوتاه و موجز بیان می کند. مثال های زیرین دلیل واضح این حقیقتند. آفریدگار آتش را گرم آفرید و از خشکی بهره داد و هوا را تر آفرید و گداخته و از تری بهره داد و خاک و زمین را خشک آفرید و از سردی بهره داد. یا مثال دیگر، روح‌های اصلی چهارند. یکی روح حیوانی که اندر دل بود و وی اصلی همه روح خاست، و دیگر روح نفسانی به لفظ پزشکان که اندر مغز بود، و سیوم روح طبیعی به لفظ پزشکان که اندر جگر بود. چهارم روح تولید یعنی زایش که در خایه بود. ابن سینا در رگشناسی در بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل تاجیکی و اصطلاحات دورگکی از ترکیب‌های تاجیکی و عربی، عربی و تاجیکی یا عربی و عربی عبارتند استفاده کرده است. دل، جگر، مغز، استخوان، رگ، روان، تن، گرمی، سردی، خشکی، تری، دانش رگ، گوهری روینده، گوهری مردم، رگهای ناجنبنده، کفک خون، دردی خون، خون نارسیده، نیم خون، گسسته وزن، گذشته وزن، جدا وزن، بدحاری، نبضی دراز، نبضی کوتاه و غیره. از بررسی مختصری آثار تاجیکی ابو علی سینا همین حقیقتی محض بار دیگر آشکار می شود که شیخ الرئیس نه تنها در رواج و رونق ساحه‌های مختلف علم از جمله علم طب در سراسر جهان سهم ارزنده گذاشته است، بلکه او برحق یکی از بنیانگذاران زبان علمی تاجیکی فارسی نیز می باشد که با تألیف دانشنامه علایی ورقشناسی
یا رساله در نبض در برابری ابو ریحان بیرونی، احمدی اخوینی بخارایی، موفق هیروی، محمدی ایوبی تبری، مؤلف ناشناخته حدود العالم و دیگران به زبان فارسی در جاده دشوارگذری علم شیوه راهگردی آموخته است. آغاز علمی زبانشناسی تاجیک نیز به نام دانشمندی توانای تاجیک ابو علی سینا سخت علاقمندی دارد. در برخی از اثرهای ابن سینا مسئله های زبان در علاقمندی با فلسفه و منطق موردی بررسی قرار گرفتند. این اندیشه های ابن سینا درباره زبان و زبان شناسی خیلی جالبند. عقیده های زبان شناسی ابو علی ابن سینا بر پایه عنعنه های گذشتگان و همزمانانش تشکل یافته از بهره برداری فلسفه یونان و علم لغت عرب آغاز گردیده است. توجه ابو علی ابن سینا را به زبان و زبان شناسی از یک اشاره خودی او که در مقدمه رساله مخارج الحروف کرده است فهمیدن ممکن است. شیخ بزرگواری راد استاد ابو منصور محمد ابن علی ابن عمر جبان که هرچه خواهی در خویشتن نکویی های پدیدار دارد و برگردن من منت های آشکار از من درخواست، نه از سری نیاز بلکه از پی دلجویی من که آنچه را پس از پژوهش ژرف از سببهای پدید آمدن حرفها به حسب اختلاف در شنیده شدن یافتم در رساله بسیار خوب به نام او بنویسم. از این اشارت ابو علی ابن سینا روشن است که دانشمندی معروف علم لغت جبان به نکته سنجی و زبان فهمی ابو علی ابن سینا اعتماد کامل پیدا نموده در باب صوتیات تالیف رساله ای را از او خواهش کرده است. هرچند ابو علی ابن سینا دایر به بخش‌های دیگری علمی زبان شناسی تالیفات علاهیده‌ای به انجام نرسانیده است، اما در چندین رساله هایش قید و اشاره های پرارزش راجع به آنها دارد. مثلا او در رساله حکمت عروض چنین می آورد: در حقیقت کلام شعر از مقدمه های تخیل شده ترکیب می یابد و آن این است که یا در لفظ آن مقوله با لفظ بلیغ فصیح بر حسب زبان باشد یا ذات معنای آن در نفس خود یک معنای بدیع داشته باشد. در همین رساله حکمت عروضی ابو علی ابن سینا آید به مقام و ارزش حصه های یاری دهنده نطق اداتها در کاربست عبارات و جمله، سهم تصریف کلمه ها و نزدیکی و دوری جوهر کلمه ها از هم قید و اشاره های مفید دیده می شود.
در رساله تدبیر منزل باشد، ابوعلی ابن سینا درباره ضرورت آموزش قانونیت‌های زبان مخصوص توقف نموده معرفت آنها را زینه اولی دانش می‌داند. در رساله های اشارات نجات او نیز اندیشه هایش در باب زبان و قانون های آن بیان شدند. نظری زبانشناسی ابوعلی ابن سینا عمیق و صحیح دایر به مسئله های زبانشناسی در دانشنامه او به خصوص رساله منطق افاده یافته است. قیمت آنها از موقعی بحث ما در آن است که این اثر را او به زبان تاجیکی نوشته است. از این رو اکثری گزارش و بیانیه های دانشمند آید به حادثه های زبان در اساس کلام تاجیکی تصویر شده است. این توضیحات و اشاره های زبانشناسی ابوعلی ابن سینا در دانشنامه همچون آغاز نظام علم زبانشناسی تاجیک حساب می شود. نظریه زبانشناسی ابوعلی ابن سینا بحث صرف زبانشناسی نبوده، بلکه با اندیشه های فلسفی آمیخته می باشد، زیرا او اکثرا حادثه های زبانی را وابسته به قانون های منطق شرح می دهد. از جمله در رساله منطقی دانشنامه ابوعلی ابن سینا ضمن موضوع آغاز علم منطق و پدید کردن آنچه مفرد خوانند از لفظها و معنیها چنین شرح آورده است: باید دانسته آید که لفظ دو گونه بود. یکی را مفرد خوانند چنان که گویی زید و محمد و چنان که گویی مردم و دانا، و یکی را مرکب و مؤلف خوانند چنان که گویی مردم داناست یا گویی مردمی دانا. و تا حالی لفظهای مفرد دانسته نآید، حالی لفظهای مرکب دانسته نآید. در رساله منطقی دانشنامه ابوعلی ابن سینا یک فصل را جدا کرده است که پدید کردن نام و کنیش و حرف عنوان دارد. به اندیشه او اساس دستوری کلمه ها را لفظ مفرد تشکیل می نماید. او تأکیداً آورده است هر لفظ مفرد یا نام بود یا کنیش یا حرف، و به تازی نام را اسم خوانند و منطقیان کلمه خوانند، و اسم و کلمه هر دو را معنی تمام بود. چنان که اگر کسی پرسد که کی را دیدی، گویی زید را، جواب تمام بود. و اگر کسی پرسد که زید چی کرد، گویی برفت، جواب تمام بود. و اما حرف را معنی تمام نبود. چنان که اگر گویند زید کجاست، گویی با یا گویی اندر بر، هیچ جواب نبود تا نگویی به خانه، اندر مسجد یا بر بام.
در این توضیح مختصر ابوعلی ابن سینا تفاوت و خصوصیت‌های خاصی حصه‌های مستقل و یاری دهنده نطق را مشخص بیان کرده است. زیر افاده جواب تمام بود معنای لغوی کلمه ها را در نظر دارد. از نگاه زبانشناسی معاصر نیز کلمه ها را به حصه های نطق پیش از همه از روی همین معیار تصنیف می کنند. او با تألیف دانشنامه کوشش کرده است که در برابر اصطلاحات جاری عربی برای افاده مفهوم و کاتگوری‌های زبانشناسی اصطلاحات تاجیکی را به کار برد، بعضی موضوعهای نظری آن را شرح دهد. مثلا او در پهلوی اصطلاحی اسم، نام و در پهلوی اصطلاحی فعل، کنش را کار فرموده، همچنین به جای زمان ماضی زمان گذشته را استفاده کرده است. در افکار زبانشناسی ابوعلی سینا ما هم تأثیر مکتب زبانشناسی یونانی باستان و هم عرب را می‌بینیم. مثلا وقتی که او افکار فلسفیش را در دانشنامه خواست که با زبان مادریش تاجیکی بیان نماید، اساسهای نظریوی دستور زبان تاجیکی را نیز وابسته به قانونهای منطق شرح داد و اندیشه های خود را عاید به کلمه های ساده و مرکب، عباره و جمله، راه و اصول های تشکیل عباره و جمله با مثال های مشخص بیان کرده است که امروز هم اهمیت و ارزش علمی آنها بی سابقه است. اندیشه های ابوعلی سینا درباره تصنیف حصه های نطق، علامت و کاتگوری های گراماتیکی آنها، معنای لغوی و گراماتیکی کلمه ها خیلی جالبند. اگر ابوعلی سینا مسئله های صرف و نحو تاجیکی را در ارتباط با علم منطق شرح داده باشد، در علم صوتیات فونتیک رساله علاهیده نوشته دایر به صداناک و همصداهای زبان تاجیکی دستگاه آواز حاصل کنی معلوماتی پرارزش داده است. در این دوره آثار زیاد تاریخی و جغرافی تالیف گردید که از آن میان اثر جغرافی مؤلف ناشناخته با نام حدود العالم تا زمان ما باقی مانده است. نام پره این کتاب چنان که گفتیم حدود العالم من المشرق الی المغرب بوده. موضوع بحثش مسائل جغرافیایی عمومی است. این اثر در سال 982 یا 983 تالیف گردیده با امیر ابوالحارث محمد ابن احمد از سلسله فریغونیان که در گوزگانان فرمان روا بودند بخشیده شده است. زبان نگاریش اثر چون آثار دیگری فارسی در این دور ساده و روان و عاری از هر گونه نکته پردازی زیادتی است. فوستات قصبه مصر است. توانگرترین شهری است اندر جهان و به غایت آبادان و بسیار نعمت است و بر مشرق رود نیل نهاده است و تربت شافعی رحمت الله علیه
اندر حدود وی است. زمیره و دینقورا دو شهرند بر مشرق رود نیل، آبادان و با نعمت، و از وی جامه های کتان خیزد، مرتفع، گرانبها، با قیمت. فرما شهری است بر کران دریای تینیس، اندر میان ریگی جیفار و گوری جارینوس آنجاست. تینیس و دیمیات دو شهرند اندر میان دریای تینیس بر دو جزیره، و ایشان را کشت و برز نیست، و از وی جامه های صوف و کتان خیزد با قیمتی بسیار. اسکندریه شهری است از دو سوی با دریای روم و دریای تینیس پیوسته، و اندر وی یکی مناره است که گویند که 200 عرش است و در میان آب نهاده بر سری سنگی، و هر گه که باد آید آن مناره بجنبد چنانک بتوان دید. این کتاب گنجینه بی‌بهای واژگان و اصطلاحات اصیل و قدیمی تاجیک فارسی است که بسیاری از آنها تا امروز در زبان گفتار و نوشتار ما از جمله کوه، بیابان، دریا، رود، دشت، دیه، شهر، شهرک، شهرستان و غیره باقی ماندند. در مجموع زبان تالیف آثار نظم و نثر عهد سامانی زبانی ساده و روان و زیبا و شیوا بوده، دور از پیچیدگی های دوره دویومی عهد غزنوی و دوره های من بعد است. مؤلفان آثار این عهد در بیان مطلب بیشتر از کلمات و اصطلاحات تاجیکی استفاده کردند. در قیاس آثار بعدی، در آثار نظم و نثر این عهد دایره استفاده کلمات و ترکیبات عربی محدود است و کلمات و ترکیبات عربی استفاده شده بیشتر ساده و روزمره اند. ما در بالا برخی ویژگی های زبان عهد سامانی را در مثال زبان شاهنامه فردوسی نشان دادیم. در زیر بعضی خصوصیت های لغوی و صرفی و نحوی زبان این عهد که برای آثار نظم و نثر این دور مشترکند خاطر نشان می گردد. این خصوصیت های مشترک آثار نظم و نثر به پندار ما از اینها عبارتند: یکم، استفاده برابر از مرادف‌های تاجیکی و عربی هنگام افاده مطلب. از بررسی زبان آثار نظم و نثر این عهد معلوم می شود که کلمه های تاجیکی با مرادف‌های عربی خود دایره استفاده برابر داشتند. مثلا استاد رودکی
کلمه تاجیکی فارسی داد را با مرادف عربی آن عدل و کلمه عربی ملیک را با مرادف تاجیکی خسرو در دو بیت زیر چنین افاده کرده است: باز به هنگام داد و عدل بر خلق، نیست بگیتی چون او نبیل و مسلمان. آن ملیکی نیمروز و خسروی پیروز، دولتی او ناز و دشمن آهوی نالان. ذکر این مطلب مهم است که در عصرهای بعدی مرادفهای عربی که در عهد سامانی با کلمه های تاجیکی استفاده برابر داشتند، تدریجاً دایره کاربرد کلمه های تاجیکی را محدود نموده در بیشتری مورد جای آنها را اشغال کردند. مثلا سرواده شعر، نامه کتاب، پیام، درود، سلام، داده، دادگر، عادل، کردار، فعل، درخش، آذرخش، برق، آماس، ورم، بالا، قد، قامت، اندوه، غم، باده، می، شراب، رستاخیز، قیامت، شکیب، صبر، سوگ، ماتم، مرداب، خلیج و غیره. دوم، کاربرد زیاد از عباره‌های ریخته تاجیکی که امروز هم اکثری آنها با همان شکل و مضمون استفاده می شوند. از لب دهان بوی شیر آمدن، جان به لب رسیدن، چشم رسیدن، دیده ها سفید شدن، چشم داشتن، مشتی خاک، کام دل، سر نهادن، سر پیچیدن و غیره. هنوز از دهن بوی شیر آیدش، همی رای شمشیر و تیر آیدش. فردوسی. کزان پس که جانم رسیده به لب، بر این کین من روز نامد به شب. فردوسی. شما گفتار 46 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.